سلام، اینجا تبریزه. من اومدم اینجا. این دفتر کیهان نورد، دفتر هواپیماییه. بلیت قطار و هواپیما و اینا میفروشه. اومدم اینجا بلیت گرفتم با ویزا، برداشته اینا رو داده به من. منم مورد اطمینان بود دیگه گفتم اطمینان داشتم به اینا. رفت سوار هواپیما شدم، رفتم تو باکو تو فرودگاه دیدم که جلومو گرفتن که امروز ششمه به تاریخ ما، ویزات مال هفتم. چقدر جریمم کردم. بعدش هم رفتم اونجا کارت شناساییمو عوض کنم. گفتن چون با ویزای توریستی بهت داده. من قبلا گفته بودم به اینا که ویزای من باید ویزای شخصی باشه. من ویزای توریستی زدن، به این صورت هم صادر کردن. الان اونا باید من دیپورت میکردن، ولی این کارو نکردن. یعنی جریمم کردم. اینجا میدون ساعت تبریز اون جلو، خدمات کیهان نورد. بعد اینا باید الان پول منو برگردونم به من. پول یه بلیت قطار گرفتم. من رفتم تهران، از تهران رفتم فرودگاه امام سوار شدم رفتم. پرواز از تبریز نبوده که. ویزادم خودشون صادر کردم، بلیتم خودشون صادر کردم. الان مونده همینجوری ما رو برگردوندن، دوباره پا شدیم اومدیم اینجا. حالا رفتم دفتر گردشگری، اونم میدون ساعت. رفتم اونجا شکایت کردم. بذار ببینیم رسیدگی میکنن.